آقا این کلیپ رو نبینی ضرر کردی. تو این کلیپ بهت یاد میدم چجوری میتونی یه قفس خوشگل واسه جوجه‌هات یا واسه مرغات درست کنی. اول از همه تو لاستیک موتور برمی‌داری و قسمت پایینیشو میبری همینجوری که در تصویر میبینی و این قسمتشو روی یه تیکه چوب پیچ یا میخ میزنی که کاملا فیکس بشه همینجوری که در تصویر میبینید و قسمت لاستیک دوم هم به همین صورت درست میکنید. جالب این قفس اینه که میتونید متحرک باشه و داخل گوشه باغ یا گوشه‌ای که چمن داره تو جایتون رو بذارید چرا بکنه و دوباره قفس رو بردارید. نه سنگینه نه اینکه شما رو اذیت میکنه و روش هم میتونید توری فلزی یا توری‌های پلاستیکی استفاده کنید که این توری‌ها میتونید با منگنه یا با پیچ بهش بچسبونید. همینجوری که میبینید برای این قفس ما هم یه درم در نظر میگیریم که راحتی بتونیم جوجه ها رو بیرون بیاریم و داخل قفس بذاریم. اگه از این مدل کلیپ خوشت میاد حتما پیج منو فالو کن و این کلیپ رو واسه دوستات بفرست. امیدوارم که این کلیپ رو دوست داشته باشید.